سلام به همگی. خوش اومدین به یک روز دیگه و یک لایو دیگه. به همه عزیزانی که تازه به صفحه من اومدن، پیج من اومدن، خوش آمد بهتون میگم. به همراهایی که خیلی وقت با من هستن، ممنونتون هستم. امیدوارم که این صفحه خدمتش رو به شما بکنه، به تک تکتون. قصد من اون اشاره به عشقی هست که وجود داره. حتی بعضی موقع اگه توی برهه‌ای از زمان هستیم که در تاریکی بیشتر اشاره به تاریکی داره زندگی، قصد اینجا اشاره کردن به همون عشقه. یه روز دیگه اینجا هستیم با یه لایو دیگه. اگه دوست دارین لایو های قبل من رو ببینین، ویدیوهایی که تا حالا رکورد کردم، ضبط کردم، همه در تلگرام من، در یوتیوب من، در پادکست هستن، چه حالا به صورت آدیوش صداش، چه تصویری اگه دوست دارین تصویر داشته باشه، که همه توی بایوی پیجم یه لینک هست، میزنید رو اون لینک، همه لیست همه رو بهتون میده، راحت مسیر رو نشون میده. معمولا موضوع لایف ها از چیزیه که توی فکرم هست توی اون هفته، یا چالشی هست واسه اون وقتی، زمانی هست که توشم، یه خردی هست که بهم رسیده، سعادتمندیشو داشتم. سعادتمندی خیلی چیزا رو هنوز ندارم، معرفتش هنوز به دلم نیفتاده و میام در موردش صحبت میکنم. همش هم همین بازی انرژی و بودن و نگرش ما به زندگی و چیزای این شکلی هم. خیلی موقع هم این سوالایی که این پایین هست تو قسمت کوشن باکسی که سوال میتونن بعضیا بنویسن، این دوست دارن که بنویسن، و اون سوالا جواب میدم. و معمولا بچه‌ها انقدر سوالای خوبی دارن که مسیر لایو رو باز میکنه و میتونین یه چند دقیقه، در 20 دقیقه، نیم ساعت، لایو طولانی هم نیستن، کنار هم باشیم. حتما سوالا رو میخونم. چشم. دلیلی که ما خانم پناه عزیز یا آقای پناه عزیز نمیدونم غیبت میکنیم و بدگویی میکنیم و این مبارزه رو داریم توی وجودمون، این هست که کار ما اینه که اون حسی که داریم، اون جایی که هستیم توی قلب، اون رو با بقیه قسمت کنیم یا اون رو با بقیه هم سطح کنیم. اگه توی شور و شعف و عشق زیاد هستیم، خب اون رو قسمت میکنیم. اگه توی زخم و درد هستیم، اون رو دوباره قسمت میکنیم. در واقع این حس هایی که داریم، عواطفی که داریم، تنهایی نمیتونیم توش باشیم. برای من حتی مثلا سوگوار که هستیم، آدم ها رو در اطرافمون میخوایم، چون پروسه شفا، پروسه بیداری، حالا به هر روشی، اگه حتی مسیر مبارزه رو انتخاب کنی یا حالا مسیر جاری بودن انتخاب کنیم، در هر دوش شما تنهایی نمیتونی انجامش بدی. برای همین هیچ حسی تنهاییش خوب نیست. بعد از یه چند وقتی دوست داری بقیه باشن، حتی اگه. و کسایی که می نوشتین بدگویی بقیه رو میکنن و غیبت میکنن، اون حسیه که خودشون دارن و میخوان بقیه رو با اون حس همسو کنن، میخوان آرامش به دست بیارن با اینکه تو رو هم نگاه کنن با خودشون، با اون بدگویی که نسبت به یه نفر دارن. میخوان تو تایید کنی که این حس درستیه، تنها نمیتونی توش باشی. برای همین نیاز به تایید بقیه دارن، نیاز به گوش شنوای بقیه دارن، حتی اگر بخوام بد بگن. یعنی در واقع یه مبارزه‌ایه که توش هستن. در واقع اون کسی که میخواد حالا از این قضیه بیرون بیاد، اینی که ما وقتی که مبارزه یه نفر رو نگاه میکنیم، مثلا یه نفر خیانت میکنه، یه نفر بدگویی میکنه، یه نفر طمع داره، یه نفر حسادت داره، در واقع مبارزه یک نفر رو داریم نگاه میکنیم و اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که خودمون رو باهاش تعریف نکنیم
یا به خودمون وصلش نکنیم. به خاطر منه که داره این کار با من میکنه، به خاطر منه که اینجوری با من داره رفتار میکنه، به خاطر منه. اگه من اینجوری بودم اینجوری میکرد، اگه من زن بهتری بودم یا مرد بهتری بودم به من خیانت نمیکرد، اگه من اینجوری بودم. مبارزه آدما به خودشون مربوطه. مبارزه آدما به خودشون مربوطه، به درگیری درونیه که خودشون دارن. اولین چیز اینه که به خودمون نگیریم. سریع مبارزه رو میندازه از سمت ما. سریع مبارزه رو میندازه از سمت ما اگه ما چیزی رو به خودمون نگیریم. این تمرین خیلی بزرگه. یه چیزی رو به خودت نگیریم. دلیلی که آدما بدگویی میکنن، پرسیدین که و غیبت میکنن، این که یه مبارزی توی سیستمشون تجربه میکنن، میخوان حتما تو با اون نگاه یکی باشی که احساس آرامش کنن، ولی چون اون آرامش از راه مبارزه هست، از راه بدگویی هست، از راه مقاومته، از راه غیبته، فقط چند دقیقه یا چند روز تو رو آروم میکنه، دوباره برمیگردی به اون حس و حال کرختی که داری. برای همین میشه مقاومت رو با مقاومت از بین برد، میشه خون رو با خون پاک کرد. باید از یه منبع دیگه استفاده کنی، از یه سورس دیگه استفاده کنی، با نگاه تو، با نگاه عشق، با نگاه خدا، با نگاه حضرت حافظ، با هر کی که شما دوست داری، قبول داری، با نگاه طبیعت، جاری بودن، با اون نگاه باید زندگی رو کوک کنیم. مثل یه عینکی که میخوای بذاری، اون نگاهی که به دنیا داری کوک میشه، مثل یه سازه که خیلی روان کوکش میکنی که اون آوایی که میخوای رو بزنه، اون صدایی ازش بیرون بیاد که تو میخوای کوکش میکنی، دل نواز باشه. وقتی ساز رو کوک میکنی، نگاه ما رو میتونیم به نگاه من برترمون، نگاه عشق یا نگاه اون سورس، یا نگاه نور، یا نگاه خدا، یا نگاه طبیعت، یا نگاه جاری بودن، هر چی که شما اسمش میذاری، با اون با کوک کنیم. مثل یه سازه که اون این نگرش باعث میشه این رقصی توی زندگی اتفاق بیفته که مقاومتش کمتره. برای همین وقتی که آدم مبارزه بقیه رو مشاهده میکنه، یه نظاره‌گر واقعی، خودش نمیگیره، این چیزی که اون داره توش دست و پا میزنه. اگه من به دنیای فراوانی ایمان دارم که دارم و میام تمام زندگیمو جلوی تو میذارم و تو این برکت و نعمت رو زیرش میزنی، این از اعتماد نداشتن تو به دنیا میاد، نه اینکه من کافی نذاشتم یا کافی انجام ندادم. وقتی میدونم این تمام آن چیه که من بهترین خودم رو دارم اجرا میکنم، من و تو مچ هم نیستیم. من و تو قرار چون توی مقاومتی هستی که من تو مقاومت رو زندگی نمی کنم، من فقط از کنار هم رد میشیم. یه ویدیویی، یه چیزی که شاید بعضیا بهش دقت نکنن این هست که افرادی مثل من که هم یه ریسکی میکنیم، هم یه ادعایی داریم، راحت بگم همه اینا، میایم یه سری حرفا رو آنلاین میزنیم، این رو هم به جون میخریم که میتونن حرفای ما رو قطع قطع کنن، تیکه تیکه کنن، مثلا توی پادکست ها یا توی مصاحبه هایی که میریم یه تیکایش که خیلی مثلا حالا جنجالی تره، یا یه حالتی که مثلا آدم ها رو به اون کنش و واکنشی کامنت گذاشتن میاره، دعوت میکنن. و بعضی موقع بعضی این کار میکنن، یه جوری ادیت میکنن که تا تو کل لب مطلب و یا کل مطلب و گوش ندی متوجه نمیشی از چی داره حرف میزنه. و توی ویدیویی که من داشتم میگفتم که توضیح خیلی طولانی تری واسش دادم، ولی اون تیکش بود که میگفتم که افرادی که مثلا وضع مالی بهتری دارن، با اینکه نیاز ندارن کادوهای بهتری هم میگیرن، با اینکه به اون کادو نیاز ندارن. و بعدش در مورد بی‌نیازی صحبت کردم. بی‌نیازی، امر اینه که بی‌نیاز از یه چیزی باشیم و بتونیم ازش ایجاد کنیم. بی‌نیاز از یه چیزی باشیم و ازش ایجاد کنیم. الان مثلا توی یکی از این سوال که الان بازش میکنم، الان توی یکی از این سوالا که پرسیدن که جلو چطوری اون هدف رو زندگی کنیم، این برای من تناقض داره، عزیزی نوشته، خانم سمیرای عزیز.
برای بی‌نیازی یکی از سوالایی که میتونین از خودتون بپرسین نسبت به اون هدفی که داری، مثلا میخوای مهاجرت کنی، میخوای ترفی بگیری توی کارت، میخوای نمیدونم یه ورکشاپی رو امتحان کنی، هرچی یه هدفی داری. وقتی که از مکان بی‌نیازی یه چیزی رو انجام میدیم، یعنی که این سوال رو میتونیم از خودمون بپرسیم که اگر این چیزی که هدف منه نباشه، به وجود نیاد، من چی میشم و چی میشه، چه حسی میشه، من چی جوری این داستان رو تعریف میکنم. وقتی که یه چیزی اتفاق نمیافته برای ما یه تعریفی پشتش داریم. من این بودم، من کافی نبودم، من بی‌عرضه بودم، من به در نخور بودم، حتما لایقش نبودم، حتی یه معنایی به خودمون میدیم. و اگر میخوای توی جایگاه بی‌نیازی بری، باید بتونی جرأت کنیم من و شما که این سوال رو خیلی صادقانه بپرسیم و جوابی که میگیریم یه قدرتی توشه که اون قدرت رو باید ازش بگیریم و به خودمون پس بدیم. من اگر این ترفیع رو نگیرم، احساس میکنم تو تایید مفید نیستم، مثلا تایید خانواده‌مو نمیگیرم. یه قدرتی داریم به این معنا میدیم، یه معنایی داریم بهش میدیم، یه قدرت خودمون رو داریم بهش میدیم، باید قدرت رو پس بگیریم. یعنی بدون نبودنش، نباشش، هنوز من ینم، سیاهی سفیدیم، کمالاتم، آنچه کامل هست، آنچه که هستم رو هنوز تجربه میکنم و این از بی‌نیازی من میاد. هنوز کنجکاوم، هنوز مشتاقم، هنوز دوست دارم امتحان کنم، چالش ها برام اینقدر دردناک نیست، خودم رو با چالش ها معنا نمی کنم، با نتیجه هم خودم رو معنا نمی کنم، یه آدم بازیگوشم، یه آدمی هم که قلبم بازه به زندگی و دوست دارم امتحان کنم. هنوز این پتانسیل ها رو دارم، این کیفیت ها رو دارم، مثل بچه ها که دارن، مثل کودکان که باش به دنیا میان و همه این کیفیت ها رو دارن، مشتاقن، کنجکاون، بازیگوشن، سریعتر سایکل میکنن، به خودشون نمیگیرن، مشاهده‌گر واقعی هستن، نظاره‌گرای واقعی هستن. اینا رو میتونم کیفیت ها رو همچنان ادامه بدم و به ترفیعم نزدیک بشم، ولی معنایی که در نبودش به خودم میدم باید اون قدرت رو از اون پس بگیرم. این سوالی که میتونیم بپرسیم برای هدف. و اینی که سوال دومی که میتونیم بپرسیم هممون این هست که اگر بگیرم کی میشم؟ به چه کسی تبدیل میشم؟ به یک کسی تبدیل میشه آدم. اگر بگیرم به کی تبدیل میشم؟ و اون رو یه حسی داره، به کسی که تبدیل میشه من یه آدم بزرگوارتر میشم، من رو سریعتر رها میکنم، خیلی گیر کمتری میدم، مقاومت کمتری ایجاد میکنم، مشتاقترم به زندگی، عاشقانه تر به زندگی نگاه میکنم. معمولا یه سری کیفیت ها در برابر آنچه که ما میخوایم به دست بیاریم، یه سری کیفیت ها رو به شرط به دست آوردن اون ترفیع، به شرط به دست آوردن اون عشق، به شرط به دست آوردن حالا اون مهاجرت یا اون پاسپورت میدونیم. اون شرط رو باید بگیریم، اون شرط رو باید بگیریم خانم سمیرای عزیز. یعنی این که من چه این ترفیع باشه نباشه، چه مهاجرت کنم نکنم، چه منو یه نفر عاشق بشه و دوست داشته باشه نداشته باشه، من اون کیفیت هایی که فکر میکنم میخوام بشم، کسی که میخوام بشم، کی میشم؟ سوال اینه که کی میشم. همین الان تمرین میکنم، یعنی آنچه که الان هستم با آنچه که میخواهم تجربه کنم، از همدیگه انرژیش دور نیست، فرکانسش دور نیست، من یه فاصله خیلی دور رو از اون چی که میخوام تجربه نمی کنم. همینم. اگه کسی مثل من 20 سال کلاس میره، ورکشاپ میره، بازیگری میکنه، رو استیج میره، فیلم کوتاه بازی میکنه، سریال بازی میکنه که اصلا بیرون نمیاد، فیلمای بازی میکنه که اصلا بیرون نمیاد، کارگردان کلا شغلشو عوض میکنه، هزاران آدیشن میده، تو این مسیر هر دفعه که میخوام یه تستی بدم، یه کاری بکنم، خودم روزم میگم اگه من اینو قبول شم کی میشم؟ آدمای دورم همچنان همین آدمای دورم میمونن؟ فکر میکنم خیلی عوض میشم، اینا دیگه به درد من نمیخورن. همین کاری که الان آنلاین میام توی شبکه اجتماعی میکنم، این کارو انجام میدم، یه کار دیگه انجام میدم. سوال رو میپرسم. وقتی که از من سمیرا جون میپرسین که چطوری اون هدفی که داریم جلو زندگیش کنیم، 2 سوال رو باید از خودمون بپرسیم. اگر نباشه من چجوری تعریف میشم؟
یعنی در واقع به دست نیاوردن یا شکست یا حالا هر چی که اسمش بذاریم، من رو چی جوری تعریف میکنه. یه قدرتی معمولا به این جواب میدیم که این قدرت رو باید پس بگیریم. داریم دروغ میگیم اون لحظه. من دیگه کافی نیستم اون موقع، من دیگه مفید نیستم اون موقع، من اون موقع دیگه ارزشمند نبودم. داریم اینا دروغن. برای همین احساس کرختگی و بیحالی و بیجونی و افسردگی و تو تخت افتادن و بیرمقی ایجاد میکنن، چون دروغن. چرا دروغن؟ چون دورن. از چی دورن؟ از اصلت، از اصالت دورن. دروغ وقتی که داری یه دروغ میگی باید مچ خودت رو بتونی بگیری. سوال بپرس که اگر نباشه من چجوری تعریف میشم؟ همچنان زنده، همچنان باوقار، همچنان عاشق، همچنان استوار که اون هستی، پس دور نیستی از اون چیزی که میخوای. و سوال دوم اینه که من کی میشم اگه به دست بیارم؟ به کی تبدیل میشم؟ بعضی دیدی پول میگیرن اصلا انگار نه، اصلا به آدم دیگه تبدیل میشم. پول یه کسی دیگه میکنه. یه نفر دوستشون داره. آدما داریم، دوستایی داریم که به محض که وارد رابطه میشن گم میشن، اصلا نمیشه طرف دیگه پیدا کرد. تلفن هیچی جواب نرسه، هیچ اصلا ریشش عوض میشه. بعد دوباره از رابطه میاد بیرون، دوباره عوض میشه. این سوالاییه که من در حالتی که تو رابطه باشم، تو رابطه نباشم، سر کار داشته باشم، بیکار باشم، دانشگاه برم، دانشگاه فعلا نمیرم، اینا نباید اون اصل منو، اصالت منو اینقدر موو کنه، جابجا کنه. من اگه توی فیلم بزرگ بازی میکنم، بعدش هم اگه علاقه دارم باید توی تئاتر یه فیلم کوچیک‌تری هم بازی کنم. دسترسی برای خودم ایجاد کردم. خودم که عوض نشدم، نور نگاه هم که عوض نشده، خودم باید همون باشم، فقط دسترسی هم بیشتر شده، بهره مندی از زندگی بالاتر رفت. همین. این سوالا رو اگه بپرسین، این جایگاهی که الان من توش هستم خیلی هم فرقی نمیکنه با اون ترفیعی که بگیرم و نگیرم و کسی دوستم داشته باشه و نداشته باشه و عاشقم باشن و عاشقم نباشن. آره خیلی کیف میده که آدم ترفیع بگیره، اصلا جای بحثش نیست. خیلی خوبه که آدم وضع مالیش خوب شه، برکت زندگیش بالا بره، اصلا قابل انکار نیست، کاملا درسته. خیلی خوبه که آدم بخواد مهاجرت کنه، کارش جور شه، مهاجرت کنه، بره دنیای دیگر تجربه کنه. نوش جونتون هر کدوم هر کی اینا رو میخواد. امیدوارم الهی هم که براتون اتفاق بیفته، چرا که نه، دنیای فراوانیه. ولی اگه من اصالتم هی میره و میاد، هی نگاه هم به زندگی هی عوض میشه، این ترفیع گرفتم الان من اینم، نگرفتم الان اونم، اینا سوالاییه که میپرسی که دیگه خیلی فاصله نداری. آزادم، من همچنان یه انسان آزادم، چه کاره باشه چه نباشه، در بندش نیستم، چه دوستم داشته باشن چه نداشته باشن، من هنوز عاشقم. برای همین بی‌نیازی از یه مکانی داره میاد که دنیای بیرون خیلی هم نمیتکونه ما رو. وقتی که تکه ویدیوی منو در میارن میگن که خب من میگم آدمایی که وضع مالشون خوبه، کادوهای بهتری هم گیرشون میاد، دارم میگم چون بی‌نیاز ازش هستن، آدما تازه بیشتر دوستان کادوی گرونتری هم بهش بدن. بی‌نیازن. دیدین کسی که بی‌نیاز از یه چیزی دوست بیشتر عشق بهش بدی، کسی که بی‌نیاز دوست بیشتر بهش محبت کنی، چون راحت میذاره تو خودت باشی در کنارش، براش فرقی نمیکنه، میذاره خودت باشی. برای همین دوست داری از قلبت شکوفا میکنه، میشکفه چیزایی که دوست داری براش انجام بدی. مطمئنم هممون تجربه کردیم. بحثم اینه. بعد میان کامنت میذارن خب کسی که پول داره معلومه آدمای پولدار دور برشن، نابغه. نه بابا، بحث اون جایگاه بی‌نیازیشه، با بتونیم عمیق‌تر رسوخ کنیم به یه سری چیزا و متوجه شیم که در بند و شرطی شده نسبت به یه چیزا نباشیم و اونجوری آزادگی خودمون رو تجربه میکنیم، آزادی خودمون رو تجربه میکنیم. دارم سوالا رو میخونم. چشم. عزیزی که میپرسی وقتی که آدم شروع میکنه بیشتر ذهن آگاهی میکنه، میدیتیشن میکنه، سرعتش رو پایین میاره، چون سرعت یه ذره پایین میاد، دیدن واقعی اتفاق میفته، حقیقی میبینی، رد نمیشی به این زودی ها.
باعث ترس تو جونم انداخته. سوال دارم میپرسن که ترس به جانم انداخته که من نکنه از هدفام دور شم. از هدفام دور شم. مگه هدفا میخوان چیکار کنن برای ما؟ هدفا قراره که یه مسیری رو باز کنن که تو به خودت نزدیکتر شی، از طریق هدف خودت رو تجربه کنی. تو اگه داری جلو خودت رو تجربه کنی، جلو نرمی با ملایمتی توی قلب، عاشقی، عجله‌ای نداری، تو منیت و زمان های دیره گیر نکردی، چه هدفه برای چی بوده پس؟ هدفه برای چی بوده؟ خوبه که آدم دیسیپلین داشته باشه، خوبه که آدم یه چیزی رو بخواد و یه قولی بده و اجراش کنه. فاصله اینی که من یه چیزی رو به خودم میگم و انجامش میدم فاصله رو کوتاه کنه، اینجوری اعتماد به نفس به وجود میاد. اعتماد به نفس که از فضا که نمیاد، من یه چیزی رو میگم فاصله‌شو کوچیک میکنم تا اینی که انجامش بدم، اعتماد میکنم. فاصله هر چی کوچیک‌تر میشه اعتماد به نفس ما بالاتر میره. اینا خیلی چیزای خوبی هستند، ولی وقتی که میترسم که از هدفم دور شم. هدف قرار بوده که تو رو عاشق تر کنه. اگه همین الان جلو عاشقی، هدف برای چیه؟ مهاجرت واسه چیه؟ ازدواج واسه چیه؟ کار واسه چیه؟ اختراع کردن، خلق کردن واسه چیه؟ که تو عاشق تر باشی. هیچ کار خاص دیگه ای نیست، همینه. بیرون میری، خرید میکنی، میری میای، مهمونی میگیری، دور همی مسافرت میری، به خاطر که این عشقی که هستی رو میخوای توی فرم جسم تجربه کنی. از چیزی دور نشو. تو اگه جلو داری تجربه میکنی، داری تجربهش میکنی. معمولا وقتی که ما میخوایم یه ریتمی رو دارم سوالا رو میخونم چشم. معمولا وقتی ما میخوایم یه ریتمی یه چیزی رو عوض کنیم که از اینی که هستیم ناراضی هستیم، این انرژی داریم که این انرژیه که برمیگردونتمون اینجا دوباره برمیگردیم همینجا. بچه‌ها اینی که اینجایی که هستم خوب نیست، غلطه و ما برسم یه جا که خوبه و غلط نیست، درسته. بعد خب خیلی ها میگن خب من الان یه روتینی دارم که خیلی روتین بدیه. اوکی. همین روتین بد به موقع خودش، اولش که اومدی که مثلا صورت رو بردی پایین، کم خوابی داشتی، یه ذره شروع کردی بیشتر بخوابی، به خودت اهمیت نمیدادی، الان شروع میکنی یه ذره اهمیت میدی. اولش یه خدمت کوچیکی به ما میکرده، الان دیگه نمیکنه، الان دیگه اون خدمت رو نمیکنه. و تو همون روتینی که داریم باید یه دونه چیز اضافه کنیم که یه ذره بهمون کمک میکنه. یعنی وقتی که میخوایم از بیخ همه اینی که هستیم اشتباه و بریم یه جای دیگه که درسته، همش احساس دوری داریم، همش احساس دویدن داریم، همش احساس اینکه بریم برسیم. هیچ جا نمیتونیم برسی، هیچ جا وجود نداره که من و تو بریم برسیم. کجا برسی؟ تو باید تو قلبت برسی. تو قلبت باید برسی. تو قلب آدم وقتی رسیده مهاجرت میکنه، جابجا میشه، ازدواج میکنه، طلاق میگیره، بچه دار میشه، بچه نمیخواد، بچه دار نمیتونه بشه، هرچی توی قلبش رسیده، امنه، نرمه، امنیت داره، خودش با ملایمت است، بی سرزنشگر نیست. تو قلبت باید برسی. تو بخشش باید توی قلب اتفاق بیفته. اینا باید توی قلب باشه. کجا میخوای بری؟ تو میگی اینجا اشتباهه، یه جای دیگه درسته. اصلا اینجوری نیست. تو اگه بلد باشی با خودت، من و تو اگه بلد باشیم با خودمون درست رفتار کنیم، اون چیزایی هم که توی ذهنمون هست اونا هم ایجاد میشن. اینقدر باید حسش رو باشیم که صفحه یا تصویر خودش رو جذب کنه به ما. اون بخواد ما باشیم. اون تصویری هست که از زندگی داریم، اون بیگ پیکچر، اون تصویر بزرگی هست که از زندگی خیلی میخوایم هممون. که معمولا هم همه چیزیه که توی رابطه آرومی هستم، زندگیمو دوست دارم، یه سفری میرم، یه خانواده خوبی دارم، پولمو دارم در میارم، یه برکتی توی زندگیم در رفت آمد و در همین چیزی فراتر از این نیست. اینا یه سری کیفیت ها دارن، اینا یه سری حس ها دارن،
اینها این چیزایی که من دارم مثال میزنم یه چیزی آدمی که حتما نباید دست یه نفر باشم که برم راه برم، صبح باید برم راه برم. اگه کسی هستم که فکر میکنم اگه یار داشتم با هم دیگه میرفتیم راه میرفتیم، بعد میرفتیم با هم دیگه مثلا خب همین الان با خودم انجام بدم. رسیدن توی قلب، رسیدن هیچ جایی بیرون از ما نیست که بریم برسیم بیرون از ما. اگه فکر میکنیم اینی که داریم از بیخ غلطه، یه تصویری هست که همش درسته، هیچ چروکی توش نیست، هیچ خرابی توش نیست، هیچ خط و خشی توش نیست، توهمه. اینا توهمه. برای همین دوباره برمیگردیم سر خونه اولمون. برای همین آدمایی که مثلا افرادی که میخوان سریع ورزششون رو عوض کنن، روتین صبحشون رو عوض کنن، 2-3 روز دوام میاره، ماکسیموم یه هفته دوام میاره، بعدش برمیگردن. تازه بیشترم میخوابن، بیشترم پرخوری میکنن. به خاطر که این ایده، این باور که من برسم یه جایی انقدر برخلاف طبیعت وجوده، انقدر برخلاف خداوندی که تو این سیستم هست که اصلا اجازه نمیده به من و تو که بخوایم همچین دروغی رو بگیم، فشارم بهش بیاریم، به زورم برسونیم شجاع. برای همین آدما به تهش میرسن اعتیاد به کار دارن، یا اعتیاد به یه موادی دارن، یا نمیتونن آروم بگیرن، یا نمیتونن جنگو. دیدی بعضی زندگیشون خب جنگیری تا رسیدش به یه جا، رسیده به اون جایی که تو میخوای. میتونی جنگ رو رها کنی؟ نه، اکثرا نمیتونن. میخوان یه جنگ دیگه ایجاد کنن. حالا خانواده درسته، تو کار جنگ را میندازن، کار درست میشه، تو یه جای دیگه جنگ را میندازن، بدنشون مریض میشه، بدنشون تو جنگ میره، چون به جنگ عادت دارن، چون میخوام برسن به یه جایی. برخلاف طبیعت، برخلاف خداوندی که توی سیستمونه، این شگفتی که توی هست داریم عمل میکنیم. خیلی پافشار داریم میگیم نه مال من متفاوته. یه کلاینت من میگه من انقدر باید پول در بیارم. میگم با این روشی که داری انجام میدی، حتی اگه پولرم در بیاری، تو خوشحال نخواهی بود، به خاطر که جوری که داری رفتار میکنی خلاف طبیعت وجودته. و همینجور که داشتم این حرفو بهش میزدم، وقت خصوصی گرفته، پول داره میده، زمان منم هست، زمان خودش هست، دارم میبینم که فکر میکنه نه مال اون متفاوته. من دارم میبینم تو چهرش که حرف منو قبول نمیکنه، دارم فکر میکنه نه این آنوشا نمیدونه، من بذار انقدر پول در بیارم معلومه آروم میگیرم. قسم به همین برکت چشام رفت 5 ماه دیگه برگشت همونقدر پول در آورده بود، هنوز همونقدر مشکلات داشت، تازه 2 برابر. چون وقتی یه چیزی کیفیتی وارد زندگی میشه باید بلد باشیم باش چیکار کنیم. برای همین نمیتونیم یه دفعه ترفیع بگیریم سی او یه کمپانی بشیم. بلد نیستیم با پولمون چیکار کنیم، بلد نیستیم با این جایگاهمون چیکار کنیم، بلد نیستیم با یار خوب چیکار کنیم، بلد نیستیم دیگه، چون تمرین نکردیم تو قلبمون برسیم، تو قلبمون نرم باشیم، اون روح رو خودمون بریم، اون عشق رو خودمون اجرا کنیم. بلد نیستیم اینا رو انجام نمیدیم و فکر می‌کنیم یه دفعه خب پول رو گرفتی. آره اون گفتم آره دفعه قبلا بهت گفتم خوشحال نخواهی بود، به خاطر که تمرین هایی که تو رو واقعا نرم میکنه، کند میکنه، هوشیار میکنه، مشاهده‌گرت میکنه، واقعا قلبی نرمت میکنه رو انجام نمیدی. میخوای به زور از دنیای بیرون به تو. خونت از بقیه رنگین‌تر نیست، برای تو اتفاق نمیفته، چون خلاف طبیعته. عزیزی که نوشتی گم شدم، نمیدونم زندگی، میخوام از اولش همه چی رو درست کنم. از اول نمیخواد همه چی رو درست کنی. خیلی به خودت مهربون باش، خیلی به خودت بخشنده باش. یه صبح یه حسی داری که یه چای برای خودت می‌ذاری، واقعا بلاشون یه دونه رو انجام بده و بهش اعتبار بده، ببینش، حسش کن. چون بعداً هم که وضع مالت خوبه، اون ترفیعی که میخوایی و گرفتی، اون یاری که میخوایی کنارته، بچت سالمه داره مدرسه میره، همین چایو میریزی، آروم داری به بیرون نگاه میکنی. همون موقع است توی قلبمون باید برسیم. انقدر حسشو باید باشیم که تصویر خودش رو جذب کنه، به جایی که دنبال تصویر بدویم. راه حلش برعکسه. کمن جان که در مورد مرگ پرسیدی، فکر کنم تو هم در مورد مریضی هم قبلش پرسیدی. یک دعوتنامه است و یه بارم میگم، به اینی که به زمان حال برگردی ببینی قدرت تو همین لحظه است. قصه گذشته، ترس آینده، اینا مال ایگو و منیته. یک دعوتنامه است که برگردی توی لحظه و قدرت تو این لحظه دریابی. بفهمی لحظه دارای همه چیزه. ما انتخاب میکنیم، دسترسی داریم انتخاب کنیم
کدوم حس از توش بکشین بیرون. هر چیزی که مریضی و مرگ و این چیزایی که داریم می‌نویسیم باید دعوتتون کردم به لحظه برگردیم. عزیزی که پرما دارم جوابتو میدم، نمیشنوی دارم جواب تو رو میدم. در مورد مریضی داری میپرسی، دارم جوابتو میدم، نمیشنوی. چون انقدر توی انرژی سوال هممون گیر میکنیم، بلد نیستیم سوالو بندازیم. انقدر توی انرژی سوال هستیم که جواب همین الان به ما داده میشه نمیشنویم. جوابش یه انرژی دیگه است، جوابش یه نرمی دیگه میطلبه. چالش مقاومت، راه حل روانه. دو تا انرژی متفاوتن. باید سوال رو باید بتونیم بندازیم که از نگاه راه حل بتونیم به آنچه که روبرومونه نگاه کنیم. یه دعوتنامه است که به زمان حال برگردی. take it in، دریافت کنی. قدرت تو لحظه است که بتونی take in کنی. یه دعوتنامه است که از این توهم گذشته دعوت داره میکنه صورتو بیاری پایین، همین جا برگردی، نرم شی، عاشق‌تر شی. اگه قبلا با این صورت با فلانی صحبت میکردی، صورتو بیاری پایین. دعوتت داره میکنه به اینی که تو قدرتت برگردی. دارم جوابتو میدم. ولی اینقدر ما هی به سوال به خود چالش گیر میدیم، هممون که جواب داره داده میشه. هنوز جواب داره داده میشه. همه جوابای سوال، الان 5 تا سوال جواب دادم، همش یه جواب دادم، فقط به فرمای مختلف. همش یه چیزی رو دارم میگم. هیچ چیز خاصی رو برای ارائه کردن ندارم من. هیچ کس نداره. تو کل اینترنت، تو کل اینجا هیچ چیز جدیدی نیست. همونه داره سایکل میشه و داره یادآوری میشه. سایکل میشه، یادآوری میشه، سایکل میشه، یادآوری میشه. به فرم دیگه گفته میشه، به کلمه دیگه گفته میشه، به یه جمله دیگه گفته میشه، به یه زبون دیگه گفته میشه. همونه. یادآوری به اصل، یادآوری به خلق، یادآوری به خالق بودنمونه، یادآوری به عشق، یادآوری در لحظه است. همش همینه. هیچ چیز جدیدی نیست. به من گوش بدیم، به پادکست دیگه گوش بدیم، به کتابای دیگه بخونیم، فقط به فرمای مختلف به یه چیز داره اشاره میکنه. همین. و یه روزی میاد بیدار میشیم میفهمیمش، یا هی 2 روز قبولش میکنیم، 3 روز ازش میفتیم بیرون، دوباره 5 روز قبولش میکنیم، دوباره 20 روز ازش میفتیم بیرون. غیر از این نیست. خیلی هم دست من ناراحت میشن. پس باید ناراحت بشی وقتی که به یه نفر مشاور خصوصی لایف کوچینگ با من گرفته و گفت نه من الان پدرم سنش بالاه، تو خانه سالمندانه. خب شاید در روز آخر زندگیش بخواد بیدار شه. خب که چی؟ تو تشخیص میدی که بیداری یه نفر کی باید اتفاق بیفته؟ تو تشخیص میدی؟ من و تو کی هستیم که تشخیص میدی؟ یه روز ما بیدار میشیم یا نمیشیم؟ جواب سوال داده شده. 5 تا سوال جواب دادم، یه دونه جواب دادم کلا. 20000 اگه زنده بمونم 20000 تا لایو دیگه هم بذارم، کلا یه چیزیه. به تمرینش برمیگرده، به سرعت اونه که پایین میاد برمیگرده، به حرفایی که یه عمری نگفتی بگو، بلد نیستی نبگی الان بگو. به طبیعتت باید برگردیم، به طبیعت وجودمون باید برگردیم. این بده برم اونجا برسم، این خوب نیست باید اینجوری. برگرد توی قلبت. آدمای اطرافمون مریضن، یه دعوتنامه است که برگردی توی لحظه، دقت کنی که چقدر قدرتت توی لحظه است، هیچ جای دیگه این عالم نیست. برگردی توی قلبت نشست کنی، بفهمی هیچ جا نیست که بخوای بیاری برسی، همین جاه، و اینو دریافت کنی تا بتونی عمیق‌تر بهش رسوخ کنی. همین. من دقیقا 10 سال پیش و این آخرین چیزی که میگم، 10 سال پیش از خونم یه رو پیاده میرفتم تا ایستگاه اتوبوس ایستگاهش توی اتوبان بود. عجیب بود برای من که هیچ کس هم نمیرفت اونجا، اون ایستگاه اتوبوس اونجا وای میست.
سوار اون میشدم، نیم ساعت طول میکشید برسم مترو، قطار، کالترین اسمش هست. سوار اون میشدم، خدای من شاهده 2 ساعت و 45 دقیقه مینیمم تا 3 ساعت خورده سوار کالترین تا برسم به شهر سان فرانسیسکو. شاتل دانشگاه رو میگرفتم، یه رو هم طول میکشید تا 20 دقیقه مثلا برسم دانشگاه. کلا در روز میتونستم 2 ساعت کلاس بردارم، بیشتر نمیتونستم بردارم بیشتر از 2 ساعت. دلیلش هم این بود که اگه 8 صبح را میافتادم 12 ظهر میرسیدم، 12 تا 2 میتونستم برم سر کلاس. اگه کلاس 2 تا 4 رو میخواستم بردارم اون موقع کالترین و شاتل و اینا نبود، یه صورتش خیلی پایین تر بود، یکی در میون بود. من هم که نمیستم این کارو کنم، پول اوبر گرفتن و تاکسی اسنپ گرفتن ایشتام نبود. دوباره با سوار میشدم، بعد به سمت مثلا 2-3 برمیگشتم که ساعت 7-8 شب خونه باشم هر روز برای 2 ساعت کلاس. حسی که تو این مسیر میتونم بگم براتون که 3-4 ساعت بری 3-4 ساعت بیای، چقدر انرژی آدمو میبره، چقدر خسته کننده است، چقدر کتاب بخونی، چقدر پادکست گوش بدی، چقدر آدم فعالی باشی، چقدر این قطار رو راه بری، چقدر بالا پایینش کنی، چقدر فعال باشی. هر چقدر شما میخواید بگین من 20 برابر از اون فعالتر بودم، هر چقدر شما میخواید تصور کنین من 100,000 برابر اون فعالتر بودم. میشناسم خودمو. اگه فکر میکنیم مثلا تو این با خودم میگفتم این دفعه تو 3 ساعت مثلا نصف کتاب خوندم برای که خودمو دیوانه نکنم تو این مسیر، میگفتم این دفعه چالش میذارم کل کتابو این دفعه میخورم. چالش این شکلی. این دفعه به 10 تا پادکست گوش میدم به جایی که 7 تا گوش میدم مثلا. همه این کارا همه اینایی که فکر میکنیم. قضیه اینه که اون حسی که من توی این مسیر دارم میام، حسی که باید باز باشه قلب، همون حسیه که الان بعد 10 سال کاملا یه فرم دیگه دارم زندگی میکنم. ماشینی که دلم میخواد خریدم، کاری که دلم میخواد دارم میکنم، میرم مارکت خرید میکنم، اون چیزی که دلم میخواد رو میخرم. قبلا باید حواسم باشه این گرون نباشه، این نباشه، اون نباشه. 10 سال از این موضوع میگذره، 10 سال کم نیست اصلا. ولی قضیه اینه که throughout کل این داستان، کل این قضیه بر من اومد که اگر من نخوام عاشق باشم، بخوام برسم یه جایی، بخوام به بقیه خودم رو ثابت کنم، بخوام هی به مامانم بگم منو تایید کن، بابا منو تایید کن، زندگی منو تایید کن، منو ببینی که منو دوست داشته باشه، اصالتمو تو این وسط هی زیر سوال ببرم، تایید شدنمو زیر سوال ببرم، مفید بودنمو زیر سوال ببرم، دیوونه میکنم خودمو. همه چالش هایی که داره اتفاق میفته و ما رو از تعادلش میندازه بیرون، ما رو از یه فاصله میندازه بین ما، هم پارچه بودن با او، هم سو بودن با اصلمون. فقط یک اشاره است که برگرد توی لحظه، همین برگرد توی این لحظه. من کار بعدی که میتونم انجام بدم که برام خوبه چیه؟ بعدی یه ماشینی که روشن میکنی، چراغش همین 3-4 متر جلوتر رو روشن میکنی. بعدی چیه؟ حس بعدیم چیه؟ با حس بعدی رو کوک میکنم. با این نوت سیم ویولونم سیم 2 درسته، حالا چون این درسته کوک، معنی کوک یه سیم رو میفهمم، بعدی هم کوک میکنم. چون الان کوک بودن، میزون بودن یک چیزی رو درک میکنم. نمیتونم از بیخ اینو بکنم بگم همش بده، برسم که به یه چیزی تبدیل بشم. اینا همش دروغه، خلاف جهت طبیعت وجوده. عزیز دلی، الان حدوداً یه 40 دقیقه است دارم صحبت میکنم. این لایوم بیشتر از همیشه شد. امیدوارم که لذت برده باشین، برای بقیه بفرستینش، استوری کنین، دستی بشین برای برکت و رحمت بقیه. شب و روزتون خوش.